الله رب ماست، اما آیا ما بندی خدا هستیم یا طوق بندگی را در آوردیم؟ به فرمان خدا هستیم آیا ضد فرامین خدا حرکت میکنیم؟ به فرمان دشمنان خدا هستیم؟ در هیچ نعمتی از نعمتهای خدا ضرر نیست، چون خداوند خیرخواه و مهربان است. یک انسان دلسوز، یک انسان خیرخواه هیچ موقع در فکر ضرر رسوندن به هم نوعان خودش نیست، تا چه برسد الله رب العزت و الجلال به خود را ارحم الراحمین معرفی کرده و خود را رحمان الرحیم معرفی کرده. تصور می شود که خداوند به ضرر بندگانش راضی بشود؟ اگر خداوند میخواست که ما رسوا و روسیاه باشیم، نمی آمد شراب و حرام بکند، میگفت شراب بخورید تا رسوا بشید. اگر خداوند میخواست بندگانش بی آبرو و بی حرمت بشوند در دنیا، نمی آمد مواد مخدر و مشروبات الکلی و زنا و فحشا و لواط و منکرات اخلاق را ممنوع و حرام بکند، آزاد میکرد تا بی حرمت و بی آبرو و بی شخصیت و روسیاه میشدند. اما چیزی که سبب ضرر و زیان و بی آبرویی و روسیاهی بندگانش می شود، همه اون چیزها را ممنوع کرده، در کتابش ممنوع کرده، بر لسان پیامبرانش ممنوع کرده، ظلم را بر خودش حرام کرده. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا. ای بندگان من ظلم را بر خودم حرام کردم. اگر خداوند مواد مخدر را برای بندگانش تجویز میکرد، والعیاذ بالله خدا ظالم بود، چون به ضرر بندگانش راضی بود. اما خداوند قرآن را برای ما تجویز کرده، علم و دانش را برای ما تجویز کرده، صفا و صمیمیت و مهربانی و خیرخواهی و دلسوزی و محبت و گذشت و سخاوت و بخشش و اخلاق نیکو و تقوا و نماز و روزه و زکات و حج و مهربانی را برای ما نسخه نویسی کرده و تجویز کرده. وقتی قرآن ورق میزنیم به نعمتهای بیشمار و متعدد و متنوع خداوند نگاه میکنیم، همش نهایت لطف و مهربانی و نهایت سلامتی برای بندگانش از جانب خداست. خداوند میخواهد که بندگان خدا سالم باشند، چه از نظر عقلی و فکری، چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی و روانی، و برای هر کدوم به سلامتی فکرشان علم قرار داده، برای سلامتی جسمشان چیزهای پاک حلال کرده از خوردنی ها و آشامیدنی ها، و چیزهای مضری که به فکرشان و جسمشان ضرر برساند ممنوع و حرام کرده، تا همطور فکر کامل و سالم داشته باشند و جسم سالم داشته باشند، و برای سلامتی روح و روانشان نماز و معنویات تجویز کرده. چنین خدایی باید دوست داشتنی باشد، چنین خدایی باید حرمت داشته باشد، چنین ربی باید اطاعت بشود. الله جل جلاله که این همه خوبی در حق ما و شما کرده. بهترین خوبی الله این که برای ما و شما علم و معلم فرستاد، کاملترین علم قرآن و کاملترین و دلسوزترین و خیرخواهترین و ایثارگرترین و فداکارترین معلم. نمیتواند کسی جز رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشد. ما از این علم کامل که هدیه خداوند است چه بهره بردیم، چقدر به این علم پرداختیم. ما از این معلم خیرخواه و کامل و دلسوز چقدر نصیبمون شده، چقدر بهره بردیم، چقدر از فرمایشات این معلم خیرخواه و دلسوز ما و فرزندان و خانواده و پدر و مادر و زن و بچه و دوست و رفیق ما و جامعه اسلامی بهره برده است. معلم درس میدهد و دانش آموز باید درس معلم را بشنود و به کار بگیرد. اون معلم، ما تلمیذیم، ما شاگردیم. آیا شاگردان خوبی بودیم؟ آیا شاگردان حرفشنو و مؤدبی بودیم؟ اون معلمی که مؤدبترین و مهربانترین معلم روی زمین و برای بشریت بوده،
کسی از اون مهربانتر نبوده، کسی از اون دلسوزتر نبوده. اون اشرف رسول هست و خاتم انبیا هست صلی الله علیه و سلم. در هیچ نعمتی از نعمتهای خداوند ضرر وجود ندارد که بندگان خدا متضرر بشوند. خاصیت هر نعمت خدا که حلال نموده خاصیتش برکت هست، خاصیتش صفا و صمیمیت هست، خاصیتش اینکه روح افزاست، سلامت آفرینه، سلامتی برای جامعه می آورد. روح افزاست، سلامت آفرینه، سلامتی برای جامعه می آورد. و هر چیزی که خداوند اون را حرام معرفی کرده و گناه معرفی کرده و گفته این ممنوعه و حرامه، هیچ خیر و برکتی در اون نیست. دور حرام نچرخید. اگر خیری درش بود خدا تجویزش میکرد، پیامبر تأکید بر مباح بودنش میکرد، چون پیامبر خداوند بهش وصفی داده که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. یکی از ویژگی های پیامبر صلی الله علیه و سلم این که چیزهای طیب و پاک و بی‌ضرر برای امت خودش تجویز می کند، حلال می نماید، و چیزهای خبیث و پلید و نجس و مضر بر اونها ممنوع می کند. چه شده که با این همه نعمتهای خوبه که توانمند جامعه را توانمند می کند و توانمندی در جامعه به وجود می آورد، با این همه نعمتهای خوب خدا باز هم بندگان خدا بی آبرو می شوند، باز هم بندگان خدا روسیاه می شوند، باز هم بندگان خدا ذلیل و خوار می شوند، باز هم بندگان خدا متضرر می شوند. علت میدونی چیست؟ که ما پشت به نعمتهای خدا کردیم. چیزی که خدا ممنوع کرده کسی دیگه به ما میگه این حلاله، این بخور، این نشاط آوره، این سلامت آفرینه، این تو رو نعشه میکنه، این تو رو عزت میبخشه. حرف خدا را به زمین زدیم، نعمت خدا را کفران کردیم، حرف ضد خدا را درباره نعمت خدا شنیدیم و خدا را یک گوشی منزوی کردیم و دشمن خدا را در خانه خدا آوردیم، در جامعه خدا آوردیم. حرف دشمن خدا را گوش میدیم، اما حرف الله که این همه نعمتهای خوب و ما بکم من نعمت فمن الله و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. یک نفر بلند بشه بگه از مواد مخدر چه خیری به جامعه رسیده، یک نفر بلند بشه بگه از شراب خوردن و شراب خوری و تجارت آبجو و شراب چه خیری به جامعه رسیده، یک نفر بلند بشه بگه از سیگار کشیدن و قلیمش کشیدن چه خیری به جامعه، چه خیر مادی و معنوی به جامعه اسلامی رسیده. پولی که از راه حرام هم به دست بیاید باور بکنید جز نابودی اون خانواده و فرزندانش و سرمایه های دنیا و آخرتش چیزی دیگر به همراه ندارد. چون خداوند خاصیت حرام را مضر بودن و نجس بودن و فاسد بودن قرار داده. هر چیزی که خدا گفته حرامه به گفته علما یکی از این سه علت داره. هر حرامی یا نجسه و از نجاست کسی به طهارت نمیرسد، و هر چیزی که خدا گفته حرام علما میگویند یا ضرر محضه و از ضرر و زیان کسی توانمند نمی شود، و چیزی که خدا گفته حرامه بزرگان دین میگویند یا فساده و از فساد کسی به صلاح نمی رسد، کسی از کانال شراب به صلاح و تقوا نرسیده است. چون خاصیت شراب فاسد کردن عقل و روح و روان و جسم و جامعه و معنویات است. به حلال خدا رو بیاوریم. در حلال خدا کفایت هست برای من و تو و فرزندان من و تو و جامعه من و تو و دنیا و آخرت من و تو. خیری در حرام نیست. اگر خیری درش بود خداوند اونو تجویز میکرد. این همه روسیایی و رسواهی در جامعه اسلامی داریم میبینیم به خاطر این که نعمت حلال خدا را پایمال کردن و نعمت حلال خدا را پشت کردن، کفران کردن، و حرامی که خدا حرام کرده و رسول به حرام جلوه دادن و با حرام تعامل کردن و حرام و رونق بخشیدن، در نتیجه حلال خدا از دستشون رفته. امروز مرغی که حلاله چیزی به اسم آنفلانزای مرغی پیدا شده. میلیون ها مرغ حلال
امروز ممنوعه که ما بخوریم چون کشنده است. وقتی به حلال پشت میکنید خداوند همون حلالم بر تو حرام میکنه. به ایران خودمونم رسیده، مصر که فلج شده، میلیون ها مرغ حلال در مصر دارن نابود میکنن به خاطر که رعایت شده همین بیماری آنفولانزای مرغی در مزارع پرورش مرغ مشاهده شده. از اون طرف هم قیمت گوشت بالا می رود و ماهی بالا می رود چون مرغی که همه میتونستن بخورن دیگه آنفولانزای مرغی دارد. وقتی اسراف می کنید، وقتی به حرام احترام قائل می شوید، وقتی حرام خوری می کنه یک مسلمانی که باید حلال خوری بکنه، وقتی حلال خدا را بی‌حرمتی میکنه و اعتنایی به حلال نمیکنه، خداوند دیگه همون حرام و حلال رو برای اون مسموم میکنه. حالا چه کار میکنید؟ شراب میخوره، محرمات خدا میخوره، ربا میخوره، پولش زیاد شده حالا مرغ نمیتونه بخوره. گوشتم همین خاصیت داره. الان کم کم میگو و ماهی هم داره فاسد میشه. نه تنها میگو و ماهی پرورشی الان خاصیتی نداره، بلکه الان ماهی دریا هم اکثر ماهی ها بوی نفت میده، چون آشغال های اون همه کارخانه هایی که در دنیا هست همه میریزن تو همین دریا. اکثر ماهی ها الان مسمومن. اگر این دریا مسموم شد چی می شود؟ ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. فساد و قحطی ظاهر و آشکار شد در بر و بحر، در خشکی و آب، به خاطر کسب دست مردم. این نعمت خدا دادی. چیزی به اسم جنون گاوی هست. در دنیا ندیدید که جنون گاوی، تب برفی در کشور فرانسه بود یا انگلیس، یکی 2 سال پیش در یک روز بیش از 30,000 گوسفند رو نابود کردن به خاطر همین تب برفیه. جنون گاوی، گاو مجنون میشه، دیوانه میشه، دست پاش میلرزه، میفته به زمین. این گوشتی که خدا حلال کرده، اینا میدونه علتش چیه؟ بی‌حرمتی به حلال خداوند هست. مسلمان کم کم خون و پوست و گوشت و استخوان و فکر و روح و روانش کم کم داره با حرام نشأت پیدا میکنه، از حلال خدا فاصله گرفته. شراب آمده تو زندگی مسلمانا. بعضی مسلمانا دیگه سر سفره میذارن، بعضی مسلمانا شراب میخورن میگوین به سلامتی خدا پیک میزنین. مواد مخدر که از همه طرف بیداد میکنه.